سلام، اینجا محل ساخت و نصب مجسمه جدید ورودی شهره. مثل روزهای گذشته ما سعی کردیم اطلاعاتی در مورد این مجسمه که توسط اره‌ماهی ساخته میشه به دست بیاریم، ولی متاسفانه بازم هیچ خبری به دست نیاوردیم. بنابراین مجبوریم تا فردا صبح برای مراسم رونمایی از مجسمه صبر کنیم. پس تا فردا صبح همینجا. خدا نگهدار. سلام. سلام. ماهی بادکنکی یه لحظه صبر کن. بله. تو توی ساخت مجسمه به اره‌ماهی کمک میکنی؟ نه. پس حتما به تو نشون داده که اون چه شکلیه. نه، نمیدونم. اره‌ماهی تا کارش تموم نشه اونو به کسی نشون نمیده. یعنی کنجکاو نیستی که بدونی چه شکلیه؟ نه. خب یعنی هستم ولی احترام به دوستم از کنجکاوی برام مهمتره. خب اون که درسته، ولی اگه بتونی بفهمی اون داره چی درست میکنه میتونی مشهور بشی. من میارم تو برنامه‌مو باهات مصاحبه میکنم. اصلا شاید بتونی خودت خبرنگار بشی و یه برنامه داشته باشی. راست میگی؟ من میتونم مشهور بشم؟ آره، مثل من. ولی راهش اینه که قبل از بقیه همه چی رو بفهمی. سلام، من ماهی بادکنکی هستم و امروز میخوام براتون از اسرار مخفی دریاها بگم. ماهی بادکنکی کیه؟ ماهی بادکنکیه؟ ماهی بادکنکی کجایی؟ متوجه حرفام شدی؟ بله، یعنی متوجه آخرش نشدم. هیچی، اگه چیزی در مورد مجسمه فهمیدی قبل از همه به من خبر بده. باشه حتما. پس فعلا خداحافظ. به سلامت. اره‌ماهی. چیه هی داد میزنی؟ من اینجا. تو اینجایی؟ بله، خبرنگار چی داشت میگفت؟ هیچی، داشت نظرمو راجع به یه مسئله میپرسید برای برنامه‌شون. یه هفته از این دور و برا میچرخه، میخواد ببینه من چی دارم میسازم. خب بریم دیگه، دیر شد، بچه‌ها منتظرن. راستی کار تموم نشده؟ اگه تموم نشده بود چطوری میتونستم بیام بریم 7 صدف بازی کنیم؟ راست میگی. بزن بریم. کجا موندین؟ چرا اینقدر دیر اومدین؟ سلام. پس سلامت کو. سلام. بریم دیگه، بازی دیر شد. خب کی با کیه؟ من و ماهی بادکنکی با هم، چیز ماهی و نینی بال و اره‌ماهی با هم. حواست کجاست ماهی بادکنکی؟ هیچی، یادم اومد یه کاری دارم که باید انجامش بدم. شما بازی کنین، منم کارم انجام میدم و برمیگردم. نینی بال جای من با تو توی تیم میشه. فعلا خدافظ. باشه برو، زود بیا. بنداز دیگه سیبیل ماهی. بگیر که اومد. ای بابا چرا اینجوری شد؟ بیمسته ها. خب الان نوبت ماست. اگه این دستو ببریم ما برنده میشیم. اگه ببریم. بله که میبریم. چرا اینا ای میخندن؟ اره‌ماهی جان توپو بیار. باشه. حالا ببین چه جوری میزنم. بگی سیبیل ماهی. الان میگیرم. بابا اینم از این. سیبیل ماهی اینجا. الان رسیدم. بگیر نینی بال. آفرین نینی بال، آفرین نینی بال. الان میزنم چیز ماهی. وای داره تموم میشه. بگیر که اومد.
دیدی گفتم میبازین. دیدین ولی تو که کاری نکردی. همه امتیازا رو نینی بال گرفت. جیز اگه راست میگی بیا یه دست دیگه بازی کنیم. بچه‌ها بازی تموم شده دیگه، بس کنین. یکی میبره یکی هم میبازه. چرا همش با هم بحث میکنین؟ من خستم، باید برم استراحت کنم تا برای فردا که مجسمه رو میخوام نمایش بدم آماده باشم. فعلا خداحافظ. خداحافظ بچه ها. خداحافظ. خب بادکنکی هم که نیومد. نینی بال من تو رو میرسونم خونتون. باشه بریم. آی واقعا قشنگه. آفرین به اره ماهی. ببین چی ساخته. سلام، با یه برنامه دیگه از ماجراهای دریا با شما هستم. امروز میخوام شما رو با یکی دیگه از شگفتی های... ای وای چی شد؟ بله؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ بازی که تموم شد رفتم نینی رو رسوندم خونتون رو برگشتم. داشتم از اینجا رد میشدم که صدای شکستن یه چیزی رو شنیدم. اومدم ببینم چی شده. خودت اینجا چی کار میکنی؟ چرا بی اجازه اره ماهی اومدی اینجا؟ هیچی، اشتباه کردم از روی کنجکاوی، اما خرابکاری کردم. حالا میشه تو که متخصص خرابکاری هستی کمکم کنی و بگی که باید چی کار کنم؟ خب در اینجور مواقع اول باید هول کنی. اینجوری هول. دوم دست و پاتو گم کنی. سوم یه چیزی بخوری که البته بهتره یه چیز شیرین باشه که خون به مغزت برسه تا بتونی درست فکر کنی. چهارم به کسی چیزی نگی. پنجم سعی کنی قبل از اینکه دیگران متوجه بشن مشکل رو حل کنی. قول میدی به کسی نگی؟ باشه قول میدم، ولی اول بذار یه چیزی پیدا کنیم که بشه دم مجسمه رو باهاش بچسبونیم. باشه. آها این خوبه. بجم باید زودتر اونو سر جاش بچسبونیم. آها درسته. خیلی خوب شد. آفرین. مثل روز اولش شد. تازه قشنگترم شد. ولی چی؟ خیلی خوب، حالا بیا زودتر از اینجا بریم تا کسی نیومده. بریم. سلام، از اینکه بیننده برنامه ما هستید خوشحالیم. بالاخره روز پرده برداری از مجسمه فرا رسید. شما رو به دیدن ادامه این برنامه دعوت میکنیم. ازش عذرخواهی کنی و کمک بخوای. تو نترسیدی اون از دستت دلخور بشه؟ چرا؟ ولی بیشتر از این میترسیدم که وقتی اره ماهی روز افتتاح مجسمه رو به اون شکل ببینه بیشتر ناراحت بشه و اون وقت دیگه خیلی برای جبرانش دیر بشه. برای همین دیشب رفتم و به اره ماهی راستش رو گفتم. بعدش تا صبح با هم مجسمه رو تعمیرش کردیم. بالاخره تموم شد. سلام، بالاخره تونستیم این اثر هنری فوق‌العاده زیبا رو ببینیم. امیدوارم از برنامه رونمایی از مجسمه اسب دریایی که به صورت زنده براتون پخش شد لذت برده باشین. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون. چیکار کرد؟ بیاد از این هنره. آبه تو افتخار میکنی. هنری